نامه‌ای به شما داده شده که به شما گفته شده کشور رو باید ترک بکنید. مراحل مختلفی وجود داره برای اینکه حق یک فرد رو در واقع بشه ثابت کرد. که از اونا که ایمیگریشن دیویژن باشه تو پروسه رسیدگی و نتیجهش مثبت نشد، وارد پروسه جی آر یا جودیشیال ریویو تو دادگاه فدرال بشه. پاسپورت خودشون پس دادن و استمپ کردن. نترسید از اینکه ایمیگریشن آفیس یه تصمیمی برای شما گرفته و این تصمیم ضرر شما بوده و رفیوزال بوده. اگه دیدین داستان کامپلکسه، نیو کمپانی رجیستر کنید. بچه آقای افصحی رو ندیدین؟ اونجا ریجکتش کردن به محضی که از اونجا اومد بیرون ریفیوز شد. الان داریم فایلش رو بردیم روی سیستم کورت. نمیخواد دیگه. چی شد؟ ستلمنت گرفتیم. وای چه خبر خوبه، دمتون گرم. خب ما امروز داریم میریم دفتر CBSA. CBSA بوردر ایجنسی کانادا هست برای کنترل و نظم ورودی کالا و مسافرین. یکی از موکلین ما که سابقا ویزای کار داشته وارد کانادا شد و یه بار قبلا چندین بار اومده بود، ولی دفعه آخری که وارد کانادا میخواسته بشه، افسر شروع میکنه ازش یه سری سوالاتی رو مطرح کردن و به خاطر شفاف صحبت نکردن و قوی حرف نزدن با افسر، علامت سوالهای زیادی باز شدش مقابل فایلش. در نهایت افسر میاد یه سری تحقیقات اضافه میکنه و البته ناگفته نماند اون افسری که این داستان رو پیگیری داشته میکرده یه نگاه بایست و نگاه نابرابر و غیر عادلانه هم به کل جریان داشته. یعنی تارگت کرده بوده که این کلاینت رو و این موکل رو به مشکلی رو در واقع براش درست بکنه. مسئله‌ای که حالا هست، در صورت بعد از ساعتها رسیدگی و اینها جلسه موکول میشه به جلسه بعدی و بعد از اون در نهایت بیان میگن که شما اسناد مدارکی که ارائه کردی تو بخش مربوط به آفر آف امپلویمنت از شرکتی که در واقع به عنوان مدیر وارد شدی جعلی هست و واقعیت نداره و یه سری مشکلات دیگه. در نتیجه بر اساس قانون مهاجرت کانادا شما بایستی دیپورت بشی از کانادا. اتفاقی که افتاد، خب در واقع به موکل اختیار میدن، همیشه به اون فرد متقاضی این اجازه رو میدن که یا خودش والنترلی کشور رو ترک کنه داوطلبانه و پاسپورتش هم تحویلش میدن و عملا دیگه برگشتی هم تقریبا در کار نیست اگر این اتفاق بیفته، مگر تو شرط شروط بسیار خاص و محدودی. ولی در کنارش یه آپشن دیگه‌ش هم این هستش که متقاضی بیاد بگه من نظر شما رو قبول ندارم و من ترجیح میدم برم بابت این مسئله توی یک سازمان خاصی که در کانادا اسمش از IRB جلسه رسیدگی شکل بگیره و در اون جلسه رسیدگی مشخص بشه که اون افسر یا مقام تصمیم گیرنده پرونده نظرش درست بودی یا غلط، که اصطلاحاً بهش میگن admissibility hearing. چیزی که هست، موکل تشخیص در واقع بر اساس ریکامندیشن ما و بر اساس مشاوره ما تشخیص میدیم که این موکل بیاد و تقاضا بکنه که نه ما بریم برای جلسه هیرینگی که صحبتش هست. بعد از اون جریان که اگه اشتباه نکنم هولش ماه اپریل سال 2023 بود که الان ما اپریل 2024 هستیم، یعنی یک سال از این قضیه گذشته. موکل پاسپورتش خب ازش قاعدتاً گرفته بودن و یه جورایی اوت آف استاتوس تو خاک کانادا بوده تا وقت رسیدگیش برسه. جلسه‌ای که امروز ما الان داریم میریم اون جلسه رسیدگی است و اون جلسه رسیدگی میخواد مشخص بشه که آیا حق با ما بوده، یعنی حق با موکل ما بوده، یا حق با اون افسر بوده. نکته‌ای که اینجا مطرح است اینه که هر آنچه که اداره مهاجرت یا افسر CBSA مطرح میکنه
الزاماً چیز درستی نیست. یعنی اینجوری نیستش که وحی منزل باشه و هر آنچه که میگن صحیحه. خیلی موارد اشتباه میکنن، خیلی موارد حالا اشتباه عمدی میکنن، یه موارد هم اشتباه سهوی میکنن، ولی در هر صورت یه مرجعی هست، یک سازمان دیگه ای هست که این سازمان کارش اصلا اینه که در واقع رسیدگی بکنه به تصمیمات و اعتراضات. نکته‌ای که مطرح هست اینه که خود داخل سیستم اداره مهاجرت کانادا یک تریبیونال یا یک دادگاهی پیش بینی شده بر اساس قانون که بهش میگن IRB Immigration Refugee Board و داخل این بورد 4 تا دیویژن وجود دارن که هر کدوم از اون دیویژن ها تعهد و مسئولیت خاصی رو، اختیارات خاصی رو دارن. یکی از اونا که ایمیگریشن دیویژن باشه مسئولیتش در مورد همین مسائل هست. شما به طور مثال نامه‌ای به شما داده شده که به شما گفته شده کشور رو باید ترک بکنی، به طور مثال ریمووال اوردر به شما داده شده. خیلی موارد پیش میاد موکل داخل خاک کاناداست، تقاضای رینیوال میکنه، بعد از اینکه تقاضای رینیوال میکنه قبولش نمیکنن و میگن که شما مثلا رینیود نمیکنی، باید کشور ترک کنی. به طور مثالی میخواد بیشتر بمونه. در این حالت این آپشن وجود داره که در این مراجع بحث ادمیسیبیلیتی این آدم بررسی بشه و مشخص بشه که حق باش هست یا نیست. در هر صورت اگر در اونجا هم رفتن تو پروسه رسیدگی و نتیجهش مثبت نشد، باز از اختیارات قانونی این هست که اون فرد وارد پروسه JR یا جودیشیال ریویو تو دادگاه فدرال بشه. بنابراین مراحل مختلفی وجود داره برای اینکه حق یک فرد رو در واقع بشه ثابت کرد. چیزی که الان ما در واقع میخوام اینجا بیشتر در موردش تاکید بشه اینه که نترسید از این که حالا ایمیگریشن آفیس یه تصمیمی برای شما گرفته و این تصمیم به ضرر شما بوده و رفیوزال بوده. تا اونجایی که پرونده شما قوی باشه، مستنداتتون درست باشه و کل مدارکی که رو پرونده گذاشتین درست باشه، نبایستی اصولا شما نگران این باشین که خب الان میخواد چه اتفاقی نهایتاً چی میشه. خب من همیشه گفتم تنها حالتی که شما میتونه خیلی بد برای شما تموم بشه دروغ گفتن به اداره مهاجرت هست، به سازمان هست، به CBSA هست. وقتی وارد کانادا دارید میشید، دروغ گفتن یه صحبتی هستش که قابل بخشش نیست، ناگفته نماند. خیلی موارد افراد اشتباه حرف میزنن که اون دروغ گفتن نیست، اشتباه حرف زدنه، که اون در اون حالت عملاً بعد ازشون دفاع بشه که من اشتباه فهمیدم یا مثلا افسر اشتباه فهمیده حرف منو و امثال هم. هر حال امروز داریم میریم موکل رو همونجا میبینیم، انشالله با نتیجه خوب و قوی برمیگردیم. خب همونطور که صحبت شد اومدیم اینجا CBSA یکی از آفیساش هست، کانادا بوردر ایجنسی، و اتفاقی که برای پرونده افتاده بود این بود که همونطور که صحبتش شد حدود 1 سال پیش، بیش از 1 سال پیش، موکل لحظه ورود به کانادا به مشکل برخورد کرد و نتیجهش این شد که پاسپورتشون ازشون گرفتن و امروز قرار بوده که ما جلسه رسیدگی داشته باشیم، ادمیسیبیلیتی هیرینگی داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد و به جای جلسه پاسپورت خودشون پس دادن و استمپ کردن و به ایشون اجازه دادن که همچنان تو خاک کانادا باقی بمونه تا بقیه کارهای مهاجرتیش انجام بشه. نکته‌ای که بیشتر اینجا مطرح هست اینه که نه ایشون مقصر بود نه ما مقصر بودیم. عملاً فقط بدجنسی حالا یه آفیسر ما رو رسوند به اینجا، ولی نکته اساسیش اینه که به هر حال کنار هم بودیم، رسوندیم کار به اینجا و خدا رو شکر موفقیت آمیز بود. حالا فکر کنم یه سری صحبت هم خودش داشته باشه بتونه صحبت کنه. سختی بود واقعا، پر استرس بود خیلی و واقعا خوشحالم که بدونن که برای هیرینگ انجام شد. ممنونم از شما. خواهش میکنم.
و یه چیزی جالبی که هست، حالا خودشون داشتن صحبت می‌کردن، در مورد تجربه دوستتون مطرح بکنید که 2 ماه بعد شما موکل ما شدند. اینه دوباره برای خود منم جالب بود شنیدنش. جالبش برای من این بود که من با شما قرارداد رو بستم. چند وقت بعد من یکی از دوستانم من با شما قرارداد بست، ولی خب پروسه خیلی سریعتر پیش رفت. سال گذشته PR شد، خیلی زودتر از من ویزا شد و این برام جالب بود که شاید کار خودم به مشکل خورد، ولی باعث این شدم که کار یک کس دیگه، کار دوستم در واقع تو مسیر قرار گرفت و موفق شد و خیلی خوشحالم که مسیر پرونده شما و دوستتون مسیر پرونده هر دوتاشون تجاری بودن، از طریق ICT بودن و به هر حال ما همون کوالیتی کاری که برای ایشون انجام دادیم برای شما انجام دادیم، ولی حالا شما سر خوردی به هدک، دردسر. حالا امیدوار هستم اینجا و بعد زندگی تو اینجا آسون باشه، ما هم در خدمتتون باشیم. سلام. در واقع شما الان باید برای کاری که براتون انجام بشه چنج آف استاتوس اگین از ویزیتور دوباره باید برگردی رو ورک پرمیت که با توجه به تجربه کار یه ساله که آردی رزرو شده سر ضرب که اومد میتونیم بریم رو پیا و یعنی دیگه وقتی اسپند نمی کنیم این وسط. پس میبینمتون دیگه. قربون عزیزم بازم. مرسی. یه اتفاق جالبی که باز تو همین جلسه که الان بودیم افتاد، ما وقتی که رفتیم پاسپورت موکل آردی استمپ کرده بودن که آقا بگی پاسپورت رو برو و اوکی تو کانادا. ولی اتفاقی که افتاده بود این بود که پاسپورتی که استمپ شده بود پاسپورت اکسپایر شده موکل بود. یعنی موکل پاسپورت قدیمی که ازش گرفته بودن زمانی که پاسپورت دستشون بود تو همون زمان این اکسپایر شده بود، اونو دادن تحویل موکل. حالا اگر به طور مثال میگم یه نکته خیلی کوچیکه که ما اومدیم گفتیم که شما نمیتونی ویزا رو توی پاسپورت اکسپایر شده بزنی، در نتیجه بایستی رو پاسپورتی که ولید هست اعتبار داره بزنی. یارو اول گفت نه اینا اینجوری نیست و بعد خلاصه رفت فضای 10 دقیقه ما رو رفت با یک سری دیگه حرف زد، احتمالاً با سری آدمای دیگه، و نتیجهش این شد که رفت و پاسپورت جدید رو استمپ کرد. همین یه نکته کوچیک میتونست مثلا بهتون بگم مینیمم 2 ماه وقت ما رو بگیره برای اینکه ما بیایم بگیم پاسپورت جدید رو استمپ کن. متوجه هستین؟ هر حال مطلبی که توی سیستم ایمیگریشن کانادا وجود داره اینه که تو آمریکا هم همین شکلیه، احتمالاً کشور دیگه هم همینه. افرادی که اونجا دارن کار میکنن نه الزاماً، حتی کسی که شما، چون دیروز یه جلسه چرسوشی جلسه که از دوستان داشتیم گفت من سوال داشتم زنگ زدم به هاتلاین IRCC و IRCC هاتلاینش این جواب رو به من داد و جوابی که شما داری میدی با جوابی که اون داده متفاوته و من اونو قبول دارم شما رو قبول ندارم. نکته‌ای که مطرح هست اینه که اون افرادی که توی کال سنتر IRCC میشینن یا آدمی که اینجا پشت باجه میشینه، اینا اگر وکیل بودن یا اگر درس مهاجرتی خونده بودن، درس حقوق خونده بودن که اینجا کار نمی‌کردن که. متوجه هستین؟ چیزی که مطرح هست اینه که یه افراد یه دانشی دارن و اون دانششون بر اساس یه سری گایدلاین و راهنمایی هستش که حالا دولت احتمالاً در اختیارشون میذاره، نه بیشتر از این. چیزی که ما الان داریم صحبتشو میکنیم اینه که بیشتر مردم متوجه بشن که الزاماً اون چیزی که داره توی ایمیگریشن آفیس اتفاق میفته یا تو بوردر ایجنسی اتفاق میفته چیز مثبتی درست و قانونمندی میتونه نباشه. این شما هستین که عملاً میتونین با آگاهی از چارچوب و حقوق خودتون بتونین از خودتون دفاع کنید. کافی زبان انگلیسی تو خوب باشه و قانون خوب بدونید. متوجه نه اینکه الزام هم داشته باشی که وکیل داشته باشی، ولی قانون دونستن و حرف زدن درست موضوع مهمی هستش که شما میتونید تو این پروسه حق حقوق خودتو بگیری. بازم توصیه میکنم به دوستان، کال سنتر IRCC، حتی کال سنتر کانون وکلا، کال سنتر یه مرجع موثق استعلامی نیست. آخر خط اون آدمی که باهاش داری حرف میزنی میگه اگر سوال بیشتری داری میتونی مراجعه کنی به فلان کس یا به فلان جا.
متوجه هستی؟ به خاطر اینکه این در حد اطلاعات خیلی بیس پایه‌ای هست. موضوعی که توی اون جلسه با اون دوستمون مطرح شده بود که من باهاش حرف زدم، به طور مثال دارم میگم، ایشون با ویزای استارتاپ، ویزای کار استارتاپ وارد کانادا شده بوده. بعد ورودش به کانادا بر اساس قانون پابلیک پالیسی که برای ایرانیان درست شد که این قانون واقعا مزخرفیه، رفته بود و ویزای کارشو در واقع تبدیل کرده بود به ویزای کار اوپن ورک پرمیت. نتیجه‌ای که با پتانسیالی برای این آدم میتونه اتفاق بیفته چی هست؟ نتیجهش این میتونه باشه که این آدم صراحتاً اثبات داره میکنه با کارش که قرار نیست مدیر شرکت استارتاپی خودش باشه. اوپن ورک پرمیتی رو میخواد بگیره که با اون اوپن ورک پرمیت بره برای سایرین کار کنه. در نتیجه شما تو پرونده استارتاپ باید چی ثابت بکنی؟ تو پرونده‌ای که ویزای کار میگیری یا پر پی آر میگیری باید ثابت بکنی که من یه ایده‌ای دارم، یه پروژه‌ای دارم، یه شرکتی دارم، قراره بیام در کانادا اینو ایجاد کنم، قراره ال کنم و ول کنم. اگر شما این خصایص بیای بری اوپن ورک پرمیت بگیری، عملاً یعنی داری صراحتاً میگی که من این کارو قرار نیست بکنم و قراره برم استخدام یک کس دیگه بشم. برای همینم امپلویر اسپسیفای ورک پرمیتی که روش اسم شرکت خودم هست و پوزیشن توش هست به درد من نمیخوره. حالا من این نکته رو داشتم به این دوست توضیح میدادم، فری آف چارج. هزینه ما میدونید که ما حق مشاوره نمیگیریم تو دفترمون، اصلا کانسالتیشن من کاملا فریه، به خاطر اینکه کانسالتیشن کار من نیست، یعنی عملا منبع درآمد من نیست. یه سری افراد هستن، وکلا مشاورین هستن که منبع درآمدشون از حق مشاوره است، ولی ما حق وکاله است، به خاطر اینکه کار میگیریم انجام میدیم و بر اساس اون دستمزد میگیریم. در صورت مشاوره رایگان بوده و توی جلسه رایگان وقتی من این حرفو به فرد میزنم، اون فرد به من داره میگه من از کال سنتر IRCC سوال کردم و در کال سنتر IRCC به من گفته شد که کارت اوکیه، هیچ مشکلی برات درست نمیشه. که این پتانسیالی اگه این آدم براش مشکل درست بشه ناگفته نماند، اگه بتونه ثابت بکنه که من استعلام گرفتم و به من مشاوره غلط داده شده، میتونه گاورمنت و دولت کانادا رو سو کنه به خاطر وضعیتی که براش اتفاق افتاده. ولی چقدر دوندگی خواهد داشت، چه مصیبت‌های پشت سرش هست، اونا بمانن. یعنی چیز جالبی که اینجا هست اینه که میگم دوستان فکر میکنن که الزاماً هر آنچه که اداره مهاجرت یا CBSA، چون به هر حال در سیستم کانادا 2 تا ارگانیزیشن هستند که زیر مجموعه دولت کانادا دارن بحث مهاجرت رو هندل میکنن. همونطور که میدونید اداره مهاجرت در کانادا اداره است و اینها به عنوان یک وزارتخونه مستقل آنچنانی نیستن. یکی از اون اداره هایی که این کار داره میکنه IRCC، یه اداره دیگهش هم سازمانی هست به نام خدمتتون عرض شود CBSA. اینها عملاً تا حدود مشخصی ترین شدن و نه بیشتر از اون و در نتیجه خیلی موقعا خطا میکنن. کیسی که الان ما امروز باش برخورد کردیم، موکل 13 ماه تو کانادا اوت آف استاتوس بوده، یعنی بدون استاتوس. بدون استاتوس معنیش میدونی چی میشه؟ وقتی شما اوت آف استاتوس باشی حتی نمیتونی کلیم رفیوجی کنی. به این معنی انقدر خطرناکه این داستان، کسی که استاتوس نداشته باشه در کانادا. به خاطر همینم کار در واقع مصیبت بزرگی رو درست کرده بودن برای موکل، ولی خب در نهایت چون حق با موکل بود تونست در واقع این نتیجه مثبت رو بگیره. همیشه تاکید کردم تا اونجایی که کارتون درست و قانونیه، محکم حرکت میکنین، یک جایی حرفتون شنیده میشه و یه جایی به نفعتون تموم میشه. شاید سخت، ولی در نهایت چیز مثبتی براتون اتفاق میفته. چیزی نیستش که نگرانش باشید. ولی اگر ثبت خطا کنید، برید مدرک جعلی رو پروندهتون بذارید، گزارش‌های جعلی و فیک آماده بکنید و خدمتتون عرض شود بحث آیلزتون برید بخرید تو ارمنستان یا تو ترکیه یا جای دیگه، اینها چیزی نیست که پس فردا شما بتونید 1% هم حق دفاع داشته باشید. 100% اینا محکوم شده است و کاری برای شما انجام نمیده. حواستون باشه هر آنچه که خودتون هستید بر اساس اون سعی کنید یه ویژگی داشته باشید که بتونید نتیجه مثبت رو برای خودتون تمومش کنید. هر حال این زندگی روزمره ماست
و با این برنامه‌هایی که الان داخلش هستیم بیشتر هدف ما هم همینه دیگه. این زندگی روزمره یک وکیل رو به نمایش بکشیم، به صحنه بیاریم که آقا مشکلاتی که یک وکیل از جانب موکلش و برای موکلش براش برخورد میکنه چه چیزایی هست. الان هم که داریم صحبت میکنیم داریم برمیگردیم دوباره آفیس و آفیس هم که میریم باز دوباره یه سری سوالات موکلین دارن، یه سری سوالات پرسنل دارن، مدیران دارن و غیره و غیره. به هر حال وایلجی مجموعه‌ای هستش که تعداد زیادی موکل در سال هندل میکنه. 40-50 نفر پرسنل دارن همزمان کار میکنن و مدیریتش به شدت کار سختیه، ولی به هر حال با همین خبرهای خوب، اتفاقات خوبی که میفته باعث میشه که آدم قوی‌تر از روز قبل حرکت بکنه. مونا، حامد نیا فایلش یادته؟ بله. چی شده بود؟ رفیوز شده بود پیارشون، درسته؟ نه، پروسش چی بود؟ پروسش یادت کی دنبال کارش بود؟ آقای افصحی. آقای افصحی دنبالش کارش بود؟ میخوای بریم سراغ آقای افصحی ببینین چه خبره؟ بله. میخوام یه گزارش بگیرم برگردم. نه، بریم پیش آقای افصحی ببینین که خلاصه اتفاقاتی که برای حامد افتاده بود چی بوده. چشم. بریم ببینیم. بچه آقای افصحی رو ندیدین؟ آقای افصحی یه لحظه برای فایل جناب آقای بله. من میخوام بدونم که گزارش فایلشون رو به من میدین. تقریبا یه 40 روز پیش یه اسکی داشتن رفتن سفارت کانادا توی ترکیه، اونجا ازشون سوال کردن، یه 1-2 ساعت هم ازشون سوال جواب کردن برای بیزنسشون. تو ترکیه متاسفانه اونجا ریجکتش کردن، به محضی که از اونجا اومد بیرون رفیوز شد. الان داریم فایلش رو بردیم هم روی سیستم کورت، هم یکی از کیس ورکرامون دست هیلیاز تو ونکوور داره کاراشو میکنه. هفته دیگه آپدیت بیزنس پلنش میاد که دوباره براشون بخوایم ریسابمیتش بکنیم. با من بیان چون آقای یزدانی گفتم با شما بریم اونجا. بله. یه خبر دارم. اوکی. خب. سلام. خوبی؟ حالتون چطور؟ خوبی؟ قربون شما. خسته نباشین. بگو از این آقای حامد چه خبر بود؟ چی شد؟ والا الان یه 4-5 روز زنگ میزنه پیگیرش میشه بعد از اینکه اسکی رو که به مونا جان توضیح دادم، یه اسک ازش داشتن توی سفارت ترکیه. یه 1-2 ساعت ازش سوال کردن که بیزنست چیه، چیکار داری میکنی، چیکار نمیکنی. به محضی هم که از سفارت اومد بیرون اینجا نامش ایمیل اومد که ریجکتش کرده بوده. ICT. بله. تو دفعه دوم. بله. خیلی هم ناراحت شده بود که میگفت اومدن از من کلی سوال کردم چون مسلطم بود به انگلیسی، بیزنسش رو کامل توضیح داده بود. بعد یه جلسه باش گذاشتیم، فایلش رو الان دادیم دست هیلیا توی ونکوور، منتظریم هفته بعد بیزنس پلنش بیاد. و نمیخواد دیگه. چی شد؟ ستلمنت گرفت. آفرین. جدی میفرمایید؟ بله. نه ببینید. آخه بهش گفتی؟ نه. پس من میگم دیگه. من میگم. عمره. خدا. ستلمنت آفر. اشتباه کردیم. بی رفیوزال تا پس میگیریم. بهش گفتیم اشتباه کرده، اینجوری کرده. دقیقاً اشتباه کردیم. پرونده تو بیا شکایتت از ما پس بگیر. پرونده تو دوباره بیاریم بالا برای رسیدگی مجدد. آخه من خدا چقدر خوشحال بدون هزینه اضافه، بدون مدارک اضافه. دمتون گرم. واقعا خسته نباشی. حالا موکل بگین که انشالله سر یه دونه اپروال مولا اومد بعد از چند تا ریجکتی شما براشون سابمیت کردید که اپروو شدن. اومد گفت آقای از یه بغل بده. منم حالا میخوام بگم دمتون گرم. واقعا دستتون درد نکنه. دست همتون درد نکنه. ولی باز ما امروز صحبتمون بود توی ماشین صحبت میکردیم بعد جلسه این خانم سودابه، میگفتم وقتی شما پرونده درست باشه خلاصه یکی حرفتو میشنوه. اینو باید بفهمن مردم، یعنی باید متوجه بشن که اگر پرونده‌ات قوی باشه، مشکلی توش نباشه، ولو بدجنسی باشه، خلاصه یکی میاد که بدجنس نیست و مشکلت حل میشه.
اتفاقی بود که امروز برای این خانم افتاد. عملاً بدون جلسه رسیدگی ویزاشو گذاشت داد، بدون جلسه هیرینگ. یعنی قرار بود ثابت بکنه اون گردن شکسته از CBSA که ایشون خطا کرده، دروغ گفته و دیپورتش کنه. بدون اینکه جلسه تشکیل بشه اومدن گفتن بیا پاسپورتت کو، اینم مجوز اقامتت و اینم بقیه کارات که الان امروز ما رفتیم سراغش. میگم صحبت اصلی که وجود داره اینه که با خودتونم گفتم، فقط موکل نباید سوتی بده، نباید مدرکی تو مدارکش باشه که خطا باشه. اگر همچین چیزی نباشه و اوکی باشه، چون استاندارد میت شده، هیچ مشکلی، شاید یه جایی اشکالی به وجود بیاد، شاید یه ذره طول بکشه، ولی تهش چیز مثبت اتفاق میفته. 100%. این چیزیه که واقعا من سر قضیه موکلای CLV هم همینو دارم میگم. ما اومدیم گفتیم حالا شما آیلتس نمیتونی بگیری، داری میری آیلتس بخری. خب من که نمیتونم وکالتتو قبول کنم، برای که داری جعل میکنی، داری یک سر دولت کلا میذاری. من یه راه قانونی بهت میدم، اینم مثلا خود اشتغالیه، برو انجامش بده. ولی اگر میتونی بری اون کار انجام بدی، برو انجام بده، ولی انتظار نداشته باش من با آیلتس جعلی وکالت کنم تو پرونده‌ات که میدونم رفتی از فلان کسک پول دادی خریدی. تو همه داستانا مستندات ما این هست. دلیلش هم ساده است. میدونی چی میگم؟ برای چی سرمون بالاست؟ به خاطر این. برای چی میگم موکل شما میخوای بری فسخ کنی؟ خب فسخ کن. وقتی من خطایی نکردم، از این فسخ چی عایدت میشه؟ هیچی واقعا. هیچی عایدت نمیشه، چون من خطایی نکردم که بخوای من آزار برسونی. درجه داری این ناراحتی رو برای خودت درست میکنی بیشتر. حالا به هر حال امروز دومین خبر مثبتی بود که اتفاق افتاد. ایشون دیگه فایلش به محض اینکه رفت تو دادگاه فدرال ستلمنت اومد، چند روز پیش ما سابمیتش کرد. بله. بسیار عالی. تبریک به تیم YLG. ما حرف نمیزنیم، عمل میکنیم. آفرین. مرسی. من ایمیل زده بودم، پیام که خیلی دادم. چرا من الان پیامتو ندیدم که کارت برای ریسابمیتت داری میگی؟ بله من ریسابمیتم به اصطلاح از مینا خانمم خواهش کردم که بگن که کار رو سریعتر رو به صورت پارالل انجام بدن، چون قبل بیزنس پلن رو فعال بکنن گفتن یه زمانی میبره که بیزنس پلن آماده بشه. آره ببین اینا تقریبا یه 3-4 ماه ممکنه زمان ببره برای اینکه بخوایم دوباره بیزنس پلن بزنیم و ریسابمیت بکنیم. تو هم رفتی ترکیه دیگه حامد جان. میگم که ببین تو رفتی ترکیه، مگه باش نتونستی حرف بزنی؟ با همین آفیسره صحبت کردی خودت دیگه تو ترکیه. درسته. آقای یزدانی هم خب الان مال هیرینگت کی هست؟ اون آفیسر نمیدونم هم آفیسر اولی. میدونم هیرینگت کیه؟ هیرینگت امروز بوده؟ متاسفانه حالا آره متاسفانه امروز بود هیرینگت. آقای یزدانی هم رفت، ولی خب با توجه به همه جلسه‌ای که گذاشتن و کلی توضیح داد متاسفانه ستل شدی و مثل که دیگه اپروو میشی ان شاءالله. تبریک میگیم بهتون. دروغ میگی؟ نه. مبارک. ای بابا ما هر کاری کردیم نیای چی کارت کنیم؟ شما نیایی نشد. وای 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 چه خبر خوبه، دمتون گرم به خدا. شیرینی ما هم محفوظ دیگه، ان شاءالله اومدین دست خالی تشریف نیارین. ببینید حالا داستانی که ستل شدم این که یعنی که حالا دوباره بعد پرونده رو بفرستم دیگه حالا آقای یزدانی بهت میگه چی کار کن، فقط گفتیم ولی خودشون گفتن که یعنی اعلام کردن که اصلا اشتباه بوده، از طرف ما بوده این اشتباه و شما درسته، یعنی حق با شما بوده جناب و دیگه رفتیم جلو دیگه. بقیه مراحلش رو بهت خبر میدم. من ایدئالم برای موکلا اینه که بتونن هرچی سریعتر اطلاعاتی که لازم دارن رو به دست بیارن
و معطل منم نشن تا اونجایی که بشه. حالا به هر حال تارگتمون همچین چیزی هست اگه بشه اتفاق بیفته. حالا من در خدمتتون هستم. من این توضیح خدمتتون بدم. آقای صادقی که ما هم دیگه خیلی باشون دوست شدیم، از بچهای آی سی تی ان، خیلی خوب اپروالشون اومد، خیلی خوب جواب اپروالشون اومد، مال خانواده زمانی. آره. و بعد دختر خانم خوشتیپشون هم با هم اومدن و تو فرودگاه یه گیری داشتن. مونتریال به من زنگ زدن، برادرتون ها پرسیده بودن که اینجا داری میای، گفت تو داریم اومدیم زندگی کنیم، همه وسایلمون هم آوردیم. گفتم خدا به مثلا ولی گفت اومدیم زندگی کنیم دیگه. با دیگه به من زنگ زد و اینا رفتن دارن پچوس میکنن. گفتم فقط دوباره درستش کن. نه ما بخاطر اینکه میخوایم پیش پدرمون باشیم ورک برمیت داره. حالا خدا رو شکر مرحله رو رد کرد. گفت مرحله خیلی خوب سهل کمک. آره من خیلی استرس گفت که اینجوری بگین و با اینور گفتم ماینور هم گفتش که هم میایم حالا این همینجوری اومدیم دیگه بریم ببینیم. نه حالا اونم نکته جالبیه که میگین ویزای کار موقت ماهیتش به خصوص رو آی سی تی تا 7 سال قابل تمدیده. یعنی اینجوری نیستش که یه روز اومدیم 2 روز اومدیم 1 سال اومدیم 2 سال اومدیم، تا 7 سال قابل تمدیده، ولی ماهیتش باز تمپراری محسوب میشه. برای همین نمیخوام مطمئن بشن که شما اهل خلاف کردنش نیستی. یعنی اگر شما پایان ویزای کارت اکسپایر شد اضافه وای نمیسی مگر اینکه تمدیدش کنی درست. این چیزیه که بیشتر نگرانی که اینا دارن اینه. به خاطر همینم همیشه وقتی موکلا با اون CBSA آفیسر حرف میزنن، CBSA آفیسرها معمولا یه ذره لباس بدجنسی میپوشن و شروع میکنن اذیت و آزار کردن. کم هم اتفاق نیفته. من یه موکلی دارم مال سال 2016 ICT اپروو اومد تو فرودگاه تو مونتریال و برگشتن به دقیقاً سوالی که حالا اون مطرح کرد، گفت برای چی اومدی اینجا؟ میخوای چیکار کنی حالا به عنوان شرکت آی سی تی؟ به طور مثال الان موضوع شرکت شما چیه؟ ما بریلیانس فاسد برای شیرالاتیم دیگه. برای شیرالات هستیم. موکلی که ما صحبت می‌کنیم موضوعش بحث چیز بود، پرایوت کالج بود. خصوصی مثل دبیرستان و کالج‌های خصوصی. اومد گفت حالا ما اومدیم باید ببینیم چی خوب میشه. شاید بیزینسمون رو عوض کردیم. شاید رفتیم یه کار دیگه کردیم. بعد اینی که گفت آفیسر شروع کرد بازی در آوردن دیگه. گفت شما به نظر دروغ گفتی تو اپلیکیشن. حالا داستانی که با ایشون داریم، ایشون اپروالشون اومده در 2023 حوالی می جون و جولای. همون موقع هم اومدن اینجا، اومدن کارشون کردن، آیلتسشون هم گرفتن. تنها ایراد داستان اینه که این دختر خانم متولد اپریل و 22ش تموم میشه و قطعا تو پرونده ایشون نمیشه و ایشون میگه به من نگفته بودن همچین چیزی رو. نگفتن که من با دکتر صحبت کردم اولین جلسه که آشنا شدیم، یعنی الان 3 ماه دیگه میشه 3 سال. من قرارداد رو دیدم، 1/5 اینا قرارداد بستیم، 1/5000 سال. من کاملا توضیح دادم و خدمتتونم گفتم من دخترم 19 سالشه. تو ایران شنیدم که میگن 20 یا 21 سال به بعد، 22 سال به بعد اصلا دیگه تحت چیزش شما نمیشه. بعد این کار گفت شما فرمودین که چون پروندهتون در جریان میفته ما سابمیت بشه اگه پرونده دیگه بیاین، چون پروندهتون مال اون سال حساب میشه. یعنی پروندهتون نه، پرونده پیارتون از پرونده ویزای کارتون جداست. آره شما ویزای کارتون رو که اپلای کردین؟ ویزای کارمو تیر بود دیگه. من تیر اومدم اینجا، تیر اپروف شدین ولی 3 ماه قبلش، 3 ماه 4 ماه قبلش، یعنی در سال 2023 اپلای شدن، 2023 هم اپروف شدن. ولی قراردادتون مال 22 یا 21 1/5400 میشه 21 میشه فکر میشه. نه 400 میشه 2022. در من 8 ماه طول کشیده تا سابمیت شدن. بعد از سابمیشنشون هم 2 ماه تا 2 ماه و نیم خیلی زود جوابشون اومده. جواب خانواده‌شون هم یه بار که اومد ایران اومد. مسئله اینه که همون 1/5 که ایشون بودن اگه ظرف 1 سال هم به آیلتس و نمیدونم وس و همه رو داشته باشن، ایشون متولد اپریله و پر کرده.
من فکر می‌کنم سابمیشن و پی آر رو ایشون اشتباه متوجه شدن. شما کی میری تو اکسپرس انتری؟ من نمیدونم. جولای که یک سالش تموم بشه. یک سالم تو جولای 9 جولای ها تموم میشه. الان مشکل ما الان اینه که زود میتونستیم، من عرض کردم میتونستیم تو این یه ماه شما 12 ماه که پر نشده. من آره عرض کردم گفت فرمودن که 12 ماه من پر نمیشه، 11 پر میشه، 12 پر نمیشه، 10 ماه 11 ماه هم پر میشه. تازه پرم بشه شما وارد اکسپرس انتری بشی همون موقع که درا نیست که بعد از درا شما اپلای میکنی برای پی آر. زمانی که اپلای میکنی برای پی آر ایشون بایستی 22 سالش نشده باشه. بنابراین خب بذار فکر کنیم ببینیم سولوشن چی میتونه باشه. همون فرموده اول فرق شما با بقیه همینه. به خاطر اون گفتن که با خود دکتر در مورد کارتون و این صحبت‌ها حرفتون صحبت کنید. چی هست؟ ما شیلات بهداشتی تو ایران. بله. رشته تحصیلیتون چی بوده؟ من معماری داخلی خوندم کلا. خب بعد ولی چون کارخونه مال اقوام بودیم دیگه از اول شد دیگه. طراحی داخلی خب. آره. این بذاریمش سه بزنین بره دیگه. بایستی بزنین. ببینید ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که شما رو پرونده خود اشتغالی تقاضای پی آر کنیم که تو گروه خود اشتغالی شما به عنوان معمار داخلی یا طراح داخلی اپلای پی آر میکنی و برای اون حتی آیلتس هم نمیخواد. آیلتس داری؟ خیلی عالیه. آره. این 2-3 هفته چقدر آیلتس باید بگیرم. نگرفتی. پروگرامتون ولی باید سویچ بشه و پروگرام تجاری یه هزینه اضافی باید بدی به خاطر که پرونده پی آر شما تجاریه دیگه، پرونده چیز نیست، تخصصی نیست، اکسپرس انتری نیست. منتها ما اپلای میکنیم برای پی آر. حسنش اینه که ایشون تو سنش قرار میگیره وقتی شما اپلای میکنید، چون طراحی داخلی هم خوندی آردی مدرک تحصیلیت بله مچه، فقط باید رزومت قوی بشه، بیلت بشه، مشخص بشه روی این قضیه که شما بحث طراحی داخلی رو هم داری انجام میدی. اساسنامه شرکت باید در کانادا تغییر بکنه به سمت طراحی داخلی، شرکتی که تو کانادا داری. فست ترک یعنی اصلا ثانیه‌ای نباید از فایل بره بیرون سیستم. اون مدرک تو داری؟ آره. معماری داخلی بله. تو وستم چیز کردم. زدی؟ بله. الان امروز ایمیل اومد وستش. بله. گفت همین مدرک تو ما ثبت کردیم، فقط از ایران منتظر جواب. چرا به فکر ما نرسید؟ من نمیدونم، شاید من خب شاید مهم اینه که نتیجه خوب شده. در صورت ساحل جان یه فایل VIP سوپر فسته، اصلا یه چیزی که سلف ایمپلویده، رو ناک اینتریور دیزاینه، موکل در حال حاضر به عنوان ICT تو پرونده به عنوان اگزیکیتیو دیرکتور وارد کانادا شده تو بحث شیرالات. من میخوام طراحی داخلیشم وصل بشه به شیرالاتش. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما میگیم تو بخشی از اینتریور دیزاین یکی از بحثایی که لازم هست یه اینتریور دیزاینی روش کانفرمیشن بده و کاراش انجام بده، بحث پلامینگ و فیکسچر هایی هستش که تای پروژه ازش استفاده میکنن. بنابراین تو صنعت کانستراکشن ساخت و ساز خیلی چیز جا افتاده ایه که شما یه صنف خودت داشته باشی، یه سری صنف هم از بقیه قرض بگیری. مثلا شما محصولات لوله کشی و بحث‌های فساد و اینجور چیزا، شیرالات و این داستان‌ها رو خودت تامین بکنی، در کنارش مثلا دستگیری درت از یه جای دیگه بخری. الان ما ولی ناک ایشون اینتریور دیزاین بیزنس پلنشون باید سریع فست ترک آماده بشه ظرف 1-2 هفته حد اکثر، چون ایشون دخترشون 1 ماه فرصت داره که توی لاک ایج 22 سال قرار نیفته. متوجه هستی؟ به خاطر همین یک پیست فست ترک آنچنانی توش هست. استپ با استپ کاری که باید انجام بشه که یک قرارداد ایشون از استپ اکسپرس انتری برای پی آر تبدیل میشه به پی آر از طریق سلف ایمپلوید
ایشون آردی مدرکش داده بس رو اینتریور دیزاین. آیلتس هر عددی تونست بگیره، اگه تونست بگیره بره بگیره، مهم نیست 6 باشه، هر عددی باشه کمک میکنه به پرونده خود اشتغالی. اساسنامه شرکتی که تو کانادا هست باید بره به سمت اینتریور دیزاین، یعنی باید نیم کمپانی عوض بشه ولی تو همون لاین بمونه. اگه قهرمانی هست همچنان تو قهرمانی بمونه. متوجه هستی؟ یعنی از یکی از سابسیدیری های بیزینس هولدینگ اصلی خودش حفظ بکنه. بعد چیزی که هست بایستی بیزنس پلن گفتم، آرتیکل کمپانی رو گفتم. آرتیکل کمپانی از 2 بود باید عوض شه، یک بیزنس نیم، دوم بیزنس ادرس و شیرهولدر و اونر و همه چیش هم خود ایشونه دیگه. کمپانی ایرانی و این حرفا توش شیرهولدر نیست. متوجه؟ اگه دیدین داستان کامپلکسه نیو کمپانی رجیستر کنید، بعدا اونو ریزالو میکنیم. متوجه؟ چون من نمیخوام وقت بسوزونیم سر این قضیه. کانترکت گفتم آردی. مدل قراردادهای اکسپرس به سلف ایمپلوید شما میدونید. کلاینت قسط پیارش سررسید میشه، یه عدد سورچارج میده بابت بحث سلف ایمپلویدش. تارگت ولی یه چیزه، سن ایشون قبل از اینکه برسه تو 22 توی پرونده پیار پدر قرار بگیره. تارگت ما الان اینه. حالا بعدن قول نمیدن، شاید بشه یه کلاشهری گذاشت با سر ایمیگریشن و اون همین که بگه موکل ما آردی تو لاک ایجی که بوده تقاضای پیار کرده، الان هم میخواد اکسپرس انتری هم تقاضای پیار کنه، همون ایج رو قفل کنه توش. ولی به هر حال اون 50-50 یعنی شما پرونده پیار سلف ایمپلویدت اپلای کنی، ایشون هم توش باشه. بعد اگه خواستیم حتی میتونیم ادامه بدیم بحث اکسپرس انتری رو با آیلز 6 که بتونی بگیری که در اون حالت بگیم موکل آردی اپلای کرده و ازشون بخوایم که ایج لاک شده ایشون توش قرار بگیره. یکی از چیزایی که برای مردم همیشه مهم بوده تو این مملکت، برای من همیشه به همشون پیشنهاد کردم و حرفش زدم، این بوده که وقتی وارد این مملکت شدی خودتو به قول معروف ریست کن، از اول شروع کن، بر اساس یه استاندارد خوب همه چی تو دوباره بچین. این ریست شدن به معنی حتی بحث‌های آموزشی و تحصیلیش هست، به معنی بحث زبان انگلیسیش هست. چون شما اگر تو اینجا خیلی از ایرونیایی که میان اگه واقعا به خاطر مشکل بحث اقامتیشون نباشه اینا دنبال آموزش زبان انگلیسی و بهبودش نیستن. این کاملا غلطه، به خاطر اینکه شما دارید توی کشوری زندگی میکنید که انگلیسی زبونه و تمام خدماتی که داده میشه به شما حالا یا اینجا انگلیسی هست یا فرانسه هست. تو پروینس هایی که بیشتر مثل آنتاریو بیشتر انگلیسیه تا فرانسه، تقریبا 99% انگلیسیه. به ندرت کسی فرانسوی تو این پروینس حرف میزنه. هر حال چیزی که هست اینی که زبان مهمه، تحصیلات مهمه و اینی که تو این کشور اومدی به چی فکر کنی، میخوای چی کار کنی، برنامه زندگی چی هست، آیا میخوای با همون طرز فکر فرهنگ جنگل ایران حرکت بکنی که همدیگر رو نابود میکنن تا به یه چیزی برسن، یا نه؟ چون ایران عملا شما رمز موفقیت در ایران در 2 چیز تعریف شده متاسفانه، یا باید سر دولت رو کلاه بذاری یا باید سر ملت رو کلاه بذاری. غیر از این شما به جایی نمیرسی. یعنی رشدت خیلی محدوده مگر اینکه یکی این 2 تا کار انجام بدی. کلاه گذاشتن هم الزاما به معنی این نیستش که کلاهبرداری کنی، به معنی اینه که آنست نباشی، دروغ بگی، به معنی اینه که چیزی که به نفع سایرین هست به نفع خودت نیست به زبون نیاری. اینجا سیستم این نیست. کانادا واقعا به شما یه اپورتونیتی میده. اینجا
یه زمانی صحبت از امریکا بود به عنوان لند آف اپورتونیتی، ولی آمریکا اشباع شده است. آمریکا دیگه لند آف اپورتونیتی نیست، به خاطر اینکه سیستم اونجا، آدمایی که توش هستن بسیار آدمای حرفه‌ای تری شدن، محیطشون متفاوته دیگه. اون آدمایی هستن که به قول معروف از 7 دریا رد شدن و یه چیزی شدن که شماها اصلا هیچ کس نمیتونه حریفشون بشه. بازار رقابتش به شدت سنگینه. هر اینچه چیزی که الان داریم صحبتشو میکنیم اینه که این کشور هست، کشور کانادا هست، با تمام این اپورتونیتی هایی که میبینید داخلش. من خودم به عنوان یک مهاجر که بعد شدم وکیل مهاجرتی، تمام این مسیر رو طی کردم و الانم که داریم صحبتشو میکنیم به عنوان یک کارآفرین دارم تو این کشور کار میکنم و یک کارآفرینی که حالا تو حرفه وکالت، تو حرفه ساخت و ساز، تو حرفه تلویزیون، کارهایی که میتونستم انجام بدم و دوست داشتم یه روزی انجام بدم، همه رو دارم انجام میدم. همیشه دوست داشتم این اینسپایریشن و این انگیزه رو به ایرونی‌ها بدم، به آدم‌ها بدم که میتونید اگه درست برنامه ریزی کنید، عجله نکنید، حواستون به همه چی باشه، همش اتفاق میفته. اینجا من 5 سال طول کشید تا وارد بازار کار شدم به معنی درست و خودم نخواستم قبلش وارد بازار کار بشم و تو این فاصله 5 سال مشغول به تحصیل بودم و یه سری کارهای کاذب که بتونم خودم رو در واقع برسونم به اون لولی که علاقه‌شو دارم و میتونم خودم رو پرزنت کنم. و بعد از 5 سال به قول معروف یه گام 100 گام شد، جامپ کردیم دیگه، داستان متفاوت بود. هر حال کانادا ایمیگریشن، این کشور مهاجرپذیره و مهاجر میخواد و مسیر مشخصی رو هم تعریف کرده که مهاجر چجوری اینجا خودشو به یه چیزی برسونه، از لحاظ چه پوزیشن‌ها و سمت‌های سیاسی و دولتی، چه از لحاظ بحث‌های کارآفرینی شخصی و غیره. شما حتما اینجا آپتیکال حکیم رو میشناسید، به طور مثال یه فرانچایز عینک فروشی حکیم مثلا یا ایرونیه مثلا، به طور مثال همین دوستمون فراز آتوسلز مثلا همین داستانه. اینا کارآفرین هستن، اینا تونستن موفق. از اون طرف نماینده مجلس ایرانی داریم، آدمای قوی سیاسی ایرانی داریم که خودشون بر اساس تارگت خودشون رشد کردن. بنابراین چیزی که فقط بهتون کلا توصیه میکنم اینه که پلن خودتون رو درست ست کنین و بر اساس اون پلن درست حرکت بکنین. هیچ چیزی نباید مانع شما بشه و از آدم‌هایی که میدونم و نمیشه و ورشکسته و ناامید و ناراحت و بی‌انگیزه هستن به شدت دوری کنید. از این آدم‌ها رو از جو دورتون ازشون فاصله بگیرید. سعی کنید توی محیطی قرار بگیرید که همه به شما موتیویشن بدن که حرکت کنی به سمت جلو، نه اینکه به شما موتیویشن بدن که بزنید همدیگه رو یا بشینید قصه بخورید. من همیشه به همه دوستان گفتم من مثلا از خواننده داریوش خوشم میاد ولی هیچ وقت کنسرتش نرفتم، هیچ وقتم تو خونم نذاشتم آهنگشو. دلیلش اینه که من نمیخوام تو گروه لشکر شکست خورده قصه دار باشم. متوجه هستی؟ به خاطر اینکه انگیزه من از دست میدم. من تو خونم نمیذارم هیچ وقت برنامه‌های اخبار ایران پخش بشه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی غیر از ناراحتی و قصه خوردن چیز دیگه‌ای برای من نداره، برای خانواده من نداره. بنابراین اینا چیزایی هستش که من بهش معتقد هستم و رسپی هستش که تو زندگی خودم ازش استفاده کردم و امیدوار هستم که واقعا شماها هم این کارو بکنید، به خاطر اینکه واقعا هیچ فایده‌ای نداره. یعنی شما وارد کشور شدی با استاندارد خوب و بر این استاندارد میتونی پیشرفت کنی و انشالله بتونی زندگی خوبی رو بسازی.